سلام. اگه یادتون باشه سال 92 بود که یه خودرو به اسم جک جی5 که تو دو مدل ارائه شد، مدل دستی و مدل اتوماتیک، وارد بازار کشورمون شد. بله و حالا داداش کوچیکش جک جی4 اومده به بازار ایران و امروز قصد داریم که یه بررسی اجمالی ازش داشته باشیم. با ما همراه باشید. پدرام، ظاهر جی4 قسمت جلویی این ماشین خیلی ساده است. دقیقاً باهات موافقم. یه جلو پنجره کرومی ساده و اون لوگوی سابق JAC که همچنان روی این ماشین هست، تر ستاره‌ای میدونین که الان با حروف انگلیسی JAC می‌نویسن. دقیقاً. قسمت پایینی دو تا مهرشکن و چیزی که خیلی حائز اهمیت، چراغای جلوی این ماشینه که خیلی ساده است و فاقد لنزه. البته اینم بگم که جای یه دونه دیلایت واقعا خالیه. آرش گفتی ساده، ببین چراغا درسته که ساده است ولی به طراحی ظاهری ساده این ماشین هم میادش. موافقم. ببین ظاهر جلویی این ماشین منو یاد هیوندای اکسنت میندازه. نظرت کاملا محترمه، اما اگر بخوایم رقبای قیمتی این ماشین رو بگیم میتونیم از دنا پلاس، بسترن BC، بریلیانس H330 و MG 360 تنفس طبیعی هم نام ببریم. پس یه جورایی رقیبای سرسختی داره. گفتی سرسخت، ولی یه بحثی هستش، بحث خدمات پس از فروش. میدونین که کرمان موتور تو بحث خدمات پس از فروش خودروهای چینی فوق‌العاده قدرتمند عمل میکنه و معمولا کسایی که از کرمان موتور خودرو میخرن کمبود قطعه رو احساس نمیکنن. خب پدرام، قسمت ظاهری رو که بخوام انتهاشو جمع‌بندی کنم، تیغه‌ای برف‌واکن کاملا خوب هیدن کردن، یعنی زیر این قسمت مشکی شیشه جلو قشنگ این هیدن شده و راننده که دیگه تو دید راننده کاملا نیستش. یه نکته دیگه هم که هستش، ببین سازنده مدعیه که سپر این ماشین بر اساس استانداردهای اروپایی طراحی شده برای اینکه در موقع تصادفات با آبر پیاده کمترین آسیب رو ببینه. این یه نکته مثبتیه که این ماشین داره. بسیار عالی. خب بیا بریم قسمت نمای کناری ببینیم که به چه صورت. خب پدرام، قسمت کناری. نمای کناری این ماشین خیلی ساده است، چیز خاصی برای گفتن نداره. یه حجم ساده رو روی گلگیرش دادن و یه رینگ لاستیکی که انصافا سایزش به بدن این خودرو میاد. همخونی داره. تو این قسمت آینه رو می‌بینیم که راهنما داره، رو آینه تعبیه شده و میایم در این قسمت این خط رو می‌بینیم که مثل J5 از روی دستگیری در رفته تا انتهای خودرو به چراغ‌ها ختم میشه. و دو تا خط هم که این پایین انداختن و یه حجم منفی که سعی کردن که حالا نسبت به J5 یه مقداری شلوغ‌تر باشه. جای خالی سانروف احساس میشه کاملا و کاشکی می بود. از کاش که بخوای بگی پدرام، کاش که ترمز عقبش هم دیسکی می بود که ترمز عقبش هم کاسه‌ایه. دیگه چیزی که میمونه یه لچکیه که این آخر برای دید بیشتر که چه از کنم، نور بیشتر داخل. خب نمای عقبش رو، طراحی عقب این خودرو رو من بیشتر از جلوش میپسندم. منم همینطور، مخصوصا که چراغای خوش آب و رنگی داره و تقسیم بندی خیلی خوبی روی چراغ انجام شده. خوبه. یه خط کرومی که مثل جلو همخونی داره. دو تا دونه سنسور دندقه هم روش کار گذاشتن، بالاخره ماشین اقتصادیه دیگه. بریم سراغ اصل قضیه. صندوق کاتالوگ گفته 550 لیتر هست. واو. صندوق بسیار حجیم و عالی داره، به درد مسافرت و خانواده ایرانی میخوره. و قسمت پایینم که دو تا مهرشکن عقب و همین. پدرام، جک J4 یه موتور 1.5 لیتری VVT داره، 103 اسب قدرتشه و 145 نیوتن متر گشتاورشه. ولی من تو بعضی از منابع خارجی دیدم که نوشتن که 111 اسب بخوره. آره، برای گرفتن یه سری از استانداردها داخل ایران یه سری فیلترها اینا روش شده که رسیده به 103.
خیلی خوب. یه گیربکس CVT داره. خب و اینکه اگه داخلش نگاه بکنی می‌بینی که فضای دسترسی به همه اجزای موتور گیربکس خیلی راحته، مخصوصا چراغا، تعویض لامپ‌هاش. برخلاف J5 که خیلی بد دست بود، این خیلی خوش دسته. حتی فیلتر روغن من می‌بینم که خیلی راحت میشه عوضش کرد. آرش این موتور همون موتوریه که رو جک J5 دنده‌ای و جک استیری استفاده شده. و اینکه فرمون این ماشین برقیه و به هر حال باید ببینیم که توی رانندگی و تو راید چجوری میتونه این هماهنگی گیربکس رو نشون بده. همین که فرمونش برقیه چند اسب بخار جلوتره دیگه. دقیقاً. خب چیز دیگه ای نداره که بخوام بهت راجع این موضوع توضیح بدم. سرکمک‌هایی که قشنگ کاملا در دسترسه و گفتم فضای موتور کاملا بازه، رزوناتور می‌بینیم که به کجاست و کلا همه چی دم دسته. پس برای تعمیرات هیچ مشکلی نیست. مکانیکای محترم خیلی راحته. خیلی راحته. خیلی بریم سواریش ببینیم چه جوریه. صندلی‌اشو تنظیم کنم. یه ذره صندلی سفته، فکر می‌کنم ریلش رگلاژ می‌خواد. خارش ارگونومی اتاق این ماشینو داشبورد معمولی پلاستیک سخت کاملا اقتصادی، ولی خب شکل و قیافش شکیل به نظر من بد نیستش. جنس رودریا همچنان پلاستیک سخته، فشار که میدم صدای قریچ و قروچ خاصی رو نمیشنوم. حالا نسبت به بریانس HT330 که قبلا تست کرده بودیم
انواع اقسام صدا توش در میومد. این تقریبا بی صداست، نه اینکه بی صدا باشه ولی خب کم صداست. کم صداست. جای دستگیره این برام جای دست راحته. یه نوار کرومی هم روش کار کردن که به نظر من یه رنگ و لعابی بهش داده، قشنگ شده، بد نیستش. به هر حال به لحاظ صدان اقتصادی مانیتور نداره این ماشین و خب به تبع دوربین دنده عقب نخواهد داشت، ولی تو بازار به هر حال مانیتورش میاد دیگه. کروز کنترل داره و کنترل پخش از رو فرمون. خب این کروز کنترل یه آپشن خیلی خوبیه. کولر تهویه اتوماتیک نیست، کاملا دستیه، ولی خب دسترسی به تنظیمات کولرش راحته. و یه برتری که نسبت به J5 برادر بزرگترش داره اینه که کولرش من میتونم بگم 5 پله بهتر از J5. آره کولرش واقعا خنکه، کولرش عالیه و این 3-4 ساعتی که زیر آفتاب بوده کولرش داره الان خیلی خوب عمل میکنه و من اصلا دیگه دوست ندارم از این ماشین پیاده بشم. سنسور اتولایت داره، این آپشنیه که حالا روی بقیه برادرانش هم وجود داشته. یه جای خالی اینجا داره آرش، مال کیلسه، برای کیلسه که اونم بعداً میتونن کیلس نصب بکنن کسایی که اینو میخرن. شاید هم خود کرمان موتور بعداً کیلس بیاره. سیستم صوتیشو من تست کردم، سیستم صوتیش انصافاً مثل مابقی محصولات JAC سیستم صوتی قابل قبولیه. تیوتراش کنار آینه بغلا کار شده و صداش هم صدای خیلی خوبی به نظر من. خب این از بخش تقریبا آپشنش. پوش آمپرشو برو سراغش، ببینیم پوش آمپرش به چه صورته. بدون پوش آمپر ساده‌ای داره. اونایی که جلب توجه میکنه دور موتور و کیلومتر شماره، که زیر هر کدومش، زیر کیلومتر شمار آمپر آب رو داری، درجه حرارت داری، زیر دور موتور آمپر بنزین رو داری، که این تقارن کاملا متقارنه، یعنی کاملا مشخصه که تنظیم شده که اینا شکل هم دیگه باشه دو طرف این داستان. و دیگه همین یه سایبون روی پشت آمپرش هم هستش که کاملا میتونین تو وقت روزایی که آفتاب میفته رو ماشین کاملا داخلش به احتیاج به سوپرویژن دیگه نداره. خب به نظرم یه دور بزن سیستم تعلیقش رو این پیست مخصوص تست بکنیم. یه دور بزنیم سیستم تعلیقش رو تست بکنیم. اولین جایی که میریم این جاده سنگلاخی است، میریم ببینیم به چه صورتیه. تست محیط سنگلاخی اصلا نشون نمیده. اون جاده ها وقتی بلندی واقعا نرمه واقعا تعلیق نرمی داره. تعلیق نرم در کنارش پدرام فرمون برقی و شعاع گردش خوب. یه بار دیگه برم امتحان کنم. خوب شد اومد؟ آره جالب بود واسم. هستی بلندی چاله چوله میشه سنگلاخ. اصلا سنگلاخو که نشون نمیده. خیلی خوبه سیستم تعلیقش. خب تعلیقش نمره قبولی میگیره. اون برای مسیر میرید هندلینگش هم یه تستی بکنی. بدون این استاندارد یورو استاندارد رانندگیش یورو 5 آره. و همینجور 5 ستاره ایمنی هم از سازمان استاندارد چین CN کپ گرفته. خب صرف میشین من این هندلینگ امتحان بکنم. ESP داشته باشه ولی نداره. چقدر من برای اولین بار که کنار دستتون میشینم هیچ نگرانی ندارم. نه خوبه بدم هندلینگش هم خوبه. من فکر می‌کنم فرمان برقی خیلی بهت داره حال میده. کلا پدرام تو سگمنت خودش با توجه به این اکونومی بودنش این ماشین واقعا خوبیه به نظر من. ببین داشت الان تست هندلینگ که صندلی‌ها خیلی خوب منو ساپورت می‌کرد. صندلی نرم، حالا فوم یا روکش چرمی داره
که من فکر می‌کنم تو مسافرت‌های طولانی این صندلی خیلی خوب جواب بده. و من الان نگاه کنم با 2 مدت خیلی راحت تو این ماشین جا شدم، با اینکه یه ماشین کلاس بیه و با توجه به سایزش خیلی خوب ارگونومی اتاق جوری طراحی کردن که من با این قد بلندم خیلی راحت نشستم. صندوق بزرگش، اون صندوق بزرگش و سقف پدرامش نگاه کن. آره راحت فکر کنم 4-5 سانت سقف پدرام داره. من خیلی توش راحتم. فکر کنم تا دیگه باید راحت‌تر بشه قاعدتا. پدرام بخوام از زاویه دیدم بگم، شیشه جلو که خب شیشه بزرگ خوبیه، آینه ها کاملا نقاط کور رو پوشش میده و خوبه، کمترین نقاط کور رو داره. آینه از شیشه عقبم کاملا دیدم مناسبه، چون ستونای باریکی داره. خوبه به نظر من، خوبه. ارتفاعاتی که نشستی راحت داری رو جلو، کنترلت خیلی خوبه. حرکت اولیه‌اش چطور با توجه که CVTه؟ بخوام امتحان کنم ببینی؟ یه بار تست کن ببینیم. قبلا هم امتحان کردم، با توجه به اینکه CVTه خوبه. حرکت اولیه‌اش خوبه. شتاب اولیه‌اش به نظر من قابل قبوله با این حرکت. نمیتونم مثل بقیه ماشین بگم چون CVT نباید اونجوری انتظار داشته. شتاب اولیه خوبی داره. بهتر شتاب ثانویه‌اش ما الان نمیتونیم تست کنیم چون جامو مسیری که هستیم محدود هستش. و 0 تا 100 هم قاعدتا نمیتونیم بزنیم. ان شاءالله توی برنامه دیگه اگه فرصت شد 0 تا 100 میزنیم. یه مقدار سرعت بگیر، یه ترمز بزن که ترمزش هم تست کرده باشی که یه مقدار تستمون تکمیل‌تر بشه. آماده ای؟ نری تو. چطور؟ داداشم. آرش ماشینایی که تو این بازه قیمتی قرار دارن و گیربکس CVT هم هستن، معمولا وقتی که با سربالایی مواجه میشن توانایی حرکتیشون دچار مشکل میشه. جا که جیفور رو توی شیب و رم تست کردیم با 4 سرنشین کولر روشن، خوب عمل کرد ولی مسیر تست کوتاه بود و دقیق نیست. اگه بخوام یه مثال برات بزنم و مقایسه کنم با جک استیری که همین موتور گیربکس روش نصبه، استیری توانایی حرکتیش تو سربالایی خوب بود و اگر که بگیم که جیفور با وزن کمتری که داره ممکنه که بهتر از استیری عمل بکنه، کم بیراه نگفتیم. پدرام ببین، تمام انتظارات رو در قالب اینکه یه جیفوره با اون رقم و ارقامی که میخوام بدن تو بازار، به نظر انتظارات کسی که میخره برآورده میکنه. ببین الان صفر یه L90 تندر پلاس میگن دیگه. تندر پلاس اتوماتیک صفرش الان حدود 67 تومن تو بازاره و تقریبا هم قیمت صفر قیمت کارخونه‌ای این ماشینه. حالا L90 اگر که بخوام تو کارخونه ثبت نام بکنن پایین‌تر داره، قیمتش قطعا پایین‌تر در میاد. ولی خب نسبت به L90 من ترجیح میدم که اینو بخرم تا اون ببین شرایط متفاوته دیگه. همیشه هم گفتیم خب خیلی ریسک نمی‌کنن، میگن L90 بازار خیلی بهتری داره، درسته، خرید میکنن که همیشه ماشین پول باشه. ولی برای کسی که بخواد از سواری لذت ببره و از داخل ماشین لذت ببره، به نظر منم باشم جای L90 این انتخاب میکنم. پدرام یه خورده ببین، یه خورده رختو بچرخون، یه خورده بچرخون داداش. نه این بری رو به آرش بچرخ. نه خیلی شد عزیزم، یه خورده 2 1 سلام آقا. این وقت تو کادر ما میاد. چیزایی که حالا شهاب اینجا نیست. شهاب میدونی که پسرش به دنیا اومده و امروز ما نداریمش توی این برنامه، ولی خب من حالا سعی می‌کنم جای شهاب جسته گریخته یه مقدار آقا کارن کردی؟ بجا درش که قفل نیست رو 3 میخوای دوباره بزنم صداش؟ 2 خب فقط نگو 1